میریم برای بازدید از یکی از عجیبترین قلعه‌های دوران باستان در ایران، در شهر اردبیل. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. این قلعه در شهرستان نیر در کنار روستای کرب‌باستو قرار دارد. به گفته باستانشناسان و بر اساس داده‌های سفالی که از این محوطه باستانی به دست اومده، قدمت این قلعه از عصر مفرق شروع شده و تا دوره‌های بعد از اسلام و در دوره‌های تاریخی در این محوطه باستانی سکونت ادامه داشته. این قسمت بخشی از دیواره باقی مانده بعد از 3000 سال هنوز پابرجاست. نوع معماری این دیواره‌ها از سنگ و ملات ساروج استفاده شده. این پله‌های باستانی به سمت بالا و به سمت یکی از اتاق‌های قلعه راه داشته. این گودال‌های دایره‌ای شکل در واقع اجاق هستند که در اون زمان درون این اجاق‌ها آتش روشن می‌کردند و به پایین دست قلعه یا دوردست‌ها با این آتش علامت می‌دادند. نزدیک 5 تا آب انبار در بالای این قلعه وجود داشته که برای ذخیره‌سازی آب از این آب انبارها استفاده می‌کردند و در طول سال آب ذخیره می شده. کانال‌هایی به صورت دستشن ایجاد می کردن. در واقع میشه گفت این یک مسیر لوله کشی تأسیسات آبرسانی قلعه هستش. از این کانال‌ها برف و بارانی که می اومده از طریق این کانال‌ها به سمت آب انبارها آب رو هدایت می کرد. از این آب انبارها برای ذخیره سازی آب قلعه استفاده می شده و یه سری کانال های بالای این آب انبارها وجود داره که به اصطلاح بهش میگن زهکشی یا تأسیسات آبرسانی آب انبار. جنس دیواره ها و مصالح استفاده شده در قلعه غالباً از سنگ و ملات ساروج استفاده شده بوده.